سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به کانال موبین بیولوژی. امیدوارم که تا اینجا استفاده کرده باشید از ویدیوها. میدونم فاصله بین آپلودها زیاده و تو هر ویدیو هم ما 2-3 تا سوال بیشتر حل نمی کنیم. به طور کلی روند کاری من اینه که آروم و پیوسته بریم جلو، چون اینکه عجله من هر روز ویدیو بذارم 10 تا حل کنم فوری ردشم برم. حداقل من به این صورتم. البته با بقیه اینو بگم چون ناخودآگاه ما اینجا دنبال داستان و حاشیه و این چیزا هستیم. کلا تو هر چیزی حالا اینکه بحث تدریسه، بازم تو اینم هست. من با هیچ کسی کاری ندارم که حالا سرعتش چطوری، نحوه درس دادن چطوری، روند من به این صورته و قطعا همه روندهای موجود محترمه. خب بریم سراغ سوال 17 18 19 رو با هم حل کنیم. در خصوص یک فرد 25 ساله سالم. اولا که این مرد، حالا چرا قلم من نمی نویسه؟ بذارید ببینیم مشکل از کجاست دقیقا که این قلم نمی نویسه. خب درست شد. خب یه مرد بالغ 25 ساله رو داره میگه که سالم هم هست. چند مورد صحیحه. با تزریق تستوسترون اضافی به بدن پس از مدتی ترشح الهاش کاهش پیدا میکنه. هورمون لوتئالی در واقع. کاملا درسته. چرا؟ چون من اینجا حالا بکو بزنم که این تمیز بشه. تستوسترون اضافی با خود تنظیمی منفی، خب، یا همون تاثیر به خودی که میذاره و با افزایشش موجب کاهش الهاش میشه. خب الهاش کم میشه، از اون ور تستوسترون زیاد میشه. پس این درسته. با قطر مجرای زامنه‌ور. بچه مجرای زامنه‌ور اسپرم رو از بدن خارج میکنه. خب در واقع از اپیدیدیم وارد میزراه میکنه و از بدن خارج میشه. خب اصلا ربطی به برخاگ و یا همون اپیدیدیم و مسیر تولید اسپرم و اینا نداره. میگه که با قطع مجرای زامنه بر مسیر عبور اسپرم ها به اپیدیدیم مسدود میشه. اصلا به این ربطی نداره. یک سری مسیر هست که از لوله های اسپرم ساز مستقیم اسپرم به اپیدیدیم میره، ذخیره میشه. میدونید که در اپیدیدیم هم فضاییه که به اسپرم های نارس غذا رسانی میشه، ازشون محافظت میشه و کمک میکنه به اینکه شروع کنن به حرکت کردن. خب در واقع اون داستان تبدیل اسپرماتید به اسپرم توی اپیدیدیم بیشتر دیده میشه. خب این ب که غلطه، الف درست شد. جیم: در صورت حضور فرد در استخر آب بسیار گرم به مدت طولانی، فرایند تبدیل اسپرماتید به اسپرم کاهش پیدا میکنه. چرا؟ درسته. اولا خب اینو که همه که ماشاءالله استخرینا همه میریم دیگه، درسته؟ اینو خیلی عادیه. میگن یکم برای بچه ها میگن خوب نیست و نیاین و رو در و دیوار استخر میزنن. واسه همین داستانه. تاثیر داره رو بخش جنسی کودکان و میتونه موجب ناباروری بشه در واقع. بذارید کلمه درستش رو بگیم. کلمه درستش میشه این که اون در واقع بخش جنسی آقایون دیگه نتونه درست کار کنه و این باروری رو در خانم ها ایجاد نکنه. خب موجب میشه این اسپرم ها نتونن برن و موجب بارداری بشن. خب این از این. چرا؟ آهان علتش هم بهتون بگم. اولا که خب باید دمای در واقع بیضه ها 3-4 درجه از بدن کمتر باشه. وقتی شما میرید آب بسیار گرمی، خودش یه در واقع داستان جداگونه است. اما چرا باز این 3-4 درجه باید کمتر باشه؟ علتش اینه که بچه‌ها ما آنزیم هایی داریم که یکی از عوامل مؤثر بر آنزیم دماه، تمپرچر، و میدونید که تو یک بازه مشخصی آنزیم به آنزیم متفاوته. اینا شروع میکنن به ماکسیموم در واقع توانایی که دارن، ماکسیموم عملکردی که دارن. خب آنزیم های موجود در بیضه این شکلی هن که باید در دمای کمتر، در واقع در شرایط خنک‌تر فعالیت کنن. وقتی که اینو گرم میکنیم فضا رو،
باعث به هم ریختگی ساختار آنزیم میشه و موجب میشه که به درستی عمل نکنه. بنابراین بیضه شروع میکنه فرایند اسپرماتید به اسپرم شدن رو کاهش دادن، چون آنزیم هاش نیست. این از این. پس جیم درسته. دال، هورمون محرک جنسی مستقیما بر یاخته های بافتی تأثیر میگذارد که این غده را به بخش های هرمی شکل تقسیم کرده. باشه، اگه وارد بخش کتاب 11 هم بشیم که من الان دم دست ندارم این کتاب رو براتون نشون بدم اینجا، عکس بیضه رو میبینید که یک برشی خورده شکل مثلث بخش های هرمی مانند میبینید. این بخش هرمی مانند یه رنگ سفیدی دورش داره به این صورت، مثلا حالا فرض بگیرید این سفیده، خب این شکلی شده. این بخش قرار نیست تأثیر بگیره و این بخش قرار نیستش که برای ما تولید سلول جنسی بکنه. در واقع سلول های بینابینی اینجا نیست، یک بافت پوششیه. خب بنابراین این گزینه غلطه و در واقع جواب میشه گزینه 2. اگر میومد میگفت بر سلول های در واقع لوله اسپرم ساز یا زامه ساز تأثیر میذاره درست بود، ولی این بافتی که شکل هرمی شکل رو ایجاد کرده بافت پوششیه و ربطی به اصلا بحث لوله اسپرم ساز نداره و کارش اینه که این شکل رو در واقع ایجاد کنه فقط در بیضه. این از این. الف و جیم درست، ب و دال غلط. خب بریم سراغ سوال 18. این سوال واسه کدوم کتاب بود؟ کتاب 11 فصل 7. اما تو سوال 18 ما میرسیم به جایی که ترکیبی از فصل 5 و 6 پایه 12 اینا فصله و کتاب هم که 12. اما توضیح میگه که در اوگلنا، خب اوگلنا که میدونید یه یوکاریوت آغازی، کلن آغازیان یوکاریوت هستن. آغازیان ببخشید بابت بد خط بودن، در ارتباط با هر مولکول 6 کربنی. خب ما مولکول 6 کربنیمون رو داخل چرخه کربس میبینیم، داخل چرخه کالوین میبینیم و در بخش ابتدایی مرحله 1 گلیکولیز یا همون قندکافت شما. گلیکولیز همون معنی رو داره، لیز که به معنی شکستنه یا کافتنه، گلیکو هم که یعنی قند دیگه، گلیکوژن خاطرتون باشه. خب ابتدا به ترکیب فسفاتدار تجزیه میشه. بچه این گزینه 1 فقط درباره قندکافت تأثیر داره. ببینید اینجا البته خودش گفته که در طی 2 فرایند زیستی مهم، یعنی واکنش های تثبیت کربن و چرخه کربس در اوگلنا. خب بنابراین حتی اگه ما این مرحله 1 رو هم در نظر نگیریم، چرخه کربس و کالوین باشه، این مثلا خودش رد میشه. پس گزینه 1 غلطه، ما دنبال درستیم. گزینه 2 درسته، رد میشم ازش، آخر سر توضیح میدم. گزینه 3 و 4 میمونه. یکی از ترکیبی 3 کربنی را تولید و از چرخه خارج میکنه. بچه کالوین چرا ترکیب 3 کربنی داره ولی کربس ترکیب 4 کربنه داره؟ خب و اصلا این درباره فقط یه دونه از این چرخه ها صادقه، پس این هم غلطه. یکی از پیش ماده های آن محصول اکسایش قنده. بچه فقط کربسه که این ویژگی رو داره و اصلا تو کالوین ربطی به اکسایش قند و این داستان ها نداره. گزینه 4 هم غلطه. اما گزینه 2 چرا درسته؟ من اگه رنگ رو اینجا عوض کنم و یه توضیحی بهتون بدم بهتره. ببینید سلول های یوکاریوت 3 تا اندامک میبینن تو خودشون که 2 قشایی هستن. یکیش هسته است، خب به علت اهمیت زیادی که داره 2 تا قشا داره و هر 2 تا قشا یوکاریوتیه. خب اما 2 تا اندامک دیگه که در سلول جانوری فقط میتوکندری وجود داره و در سلول گیاهی هم میتوکندری وجود داره و هم کلروپلاست رو شما میتونید به عنوان اندامک های 2 قشایی نام ببرید. خب بچه ها میتوکندری و کلروپلاست جفتشون ریشه پروکاریوتی دارن. خب یعنی در ابتدا خودشون باکتری بودن، مثلا این میتوکندریه. خب و یه قشا خودش داشته. بعدها در طی زمان
میلیون ها سال یک قشای دومی دور خودش میگیره. قشای اول بچه قشای پروکاریوتیه، یعنی قشاییه که خود باکتری داره و داخل این شما میتونید ریبوزوم های ساده ببینید، میتونید دی ان ای حلقوی ببینید، خب که به هم دیگه چسبیده، اینجا دی ان ای حلقویه دیگه. خب میتونید پلازمید ببینید یا همون اصطلاحاً دیسک کتاب. خب اما در کلوروپلاست داستان چیه؟ کلوروپلاست اینو من بگم، قشای بیرونی یوکاریوتیه، یعنی درونی پروکاریوتی جنسش، بیرونی یوکاریوتیه، برخلاف قشای هسته که گفتیم دو تا قشا داره و جفتش هم یوکاریوتیه. دقیقا همین داستانی که برای میتوکندری همین برای کلوروپلاست هم هست. پس این جمله که در داخل نوعی اندامک دو قشایی ایجاد می شود برای هر دو تا در واقع چرخه کالوین و کربس صادقه. پس گزینه 2 درسته. این از این. اصلا نیازی نبود شما اینجا خیلی حتی درباره چرخه ها بدونید، مولکولایی که تولید میکنه ATP، NADP هاش، NAD هاش، FADH2. همین فقط کافی بود از فصل 1 سال دهم این رو میدونستی، بیشتر میدونستی که این دوتا اندامک دوتا قشا دارن که قشای درونیشون هم پروکاریوتی، قشای بیرونی یوکاریوتیه. همین بس بود. بریم سراغ سوال 19. یکم بیایم پایین تر، دوباره رنگ رو عوض کنیم. خب به طور معمول کدام مورد نادرسته؟ به طور معمول، نگفته همیشگی. خب بریم سراغ، از پایین بیایم، از 4 بیایم یکیشو که نادرسته میخوایم. در پی رشد و نمو جوانه موجود در انتهای ساقه زیرزمینی گیاه زنبق، برگ‌ها و گل‌ها تشکیل میشن. بچه‌ها این ساقه زیرزمینی همون ریزومه که بله بعدها ازش برگ‌ها و گل‌ها توی گیاه زنبق تولید میشن. این پس درسته، گزینه 4 جواب ما نیست. غدد سیب زمینی از طریق بخشای باریک و کشیده به ساقه هوایی گیاه اتصال دارن. کلا سیب زمینی با یه ساقه سفید رنگی که داره از یه سمت به ریشه و از یه سمت به بخش هوایی و ساقه در ارتباط. گزینه سم درسته. گیاه لاله دارای ساقه کوتاه زیرزمینی و برگ‌های تغییر شکل یافته هست. منظورش اینجا از ساقه کوتاه زیرزمینی بچه همون پیازه. خب اما خیلی جاها شاید اصلا بگی آقا چه ربطی داره الان ساقه کوتاه زیرزمینی با پیاز، میتونیم اشتباه بگیریم. قبول دارم. خب اما گزینه 1 رو نگاه کنید. گیاه شلغم بچه اصلا اول جملهشو بخونیم. پس از اینکه رشد زایش خود را به پایان رسانید برداشت می شود. گیاه شلغم بچه یک گیاه 2 ساله است. خب سال اولش باید برداشت بشه و بعدش تو سال دومش رشد زایشی داشته باشه. این میگه نه، اول رشد زایشی رو داشته باشه بعدش برداشت کنیم، مصرف کنیم. بنابراین گزینه 1، حتی اگه بگیم 2 غلطه، گزینه 1 غلط تره. خب این از این. علاوه این که به طور معمول هم گفته. پس گزینه 1 جوابه، اما گزینه 2 گزینه صحیحیه، یعنی 2 3 4 مشکلی ندارن. جواب گزینه 1. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. نظری، صحبتی، کاری، چیزی بود حتما تو کامنت ها بگید و انشالله که از این ویدیو استفاده کنید. مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.